علیکم السلام. فقط یک سوال داشتم. مرحبا. اخلاق جوانان از نگاه شرعی چگونه باشد؟ سلامت باشید. دیگه سوال نیست؟ نه. خدا خیر برکت بیاد. موفق باشید. سلامت باشید. یعنی جوانان باید مسئولیتی از نگاه شریعت، ولی گفتیم که پیامبر علیه السلام میگه که اغتنم خمسا قبل خمس. شبابك قبل چیز حرمک و صحتك قبل سقمک. یعنی صحتمندی و سلامتیت رو غنیمت بدون، جوانیت رو غنیمت بدون، مهنت و زحمت بکش. حالا گفتم که اون فرمول هست که مهنت و زحمت و زحمت و زحمت، راحت و راحت و راحت و لذت. خدا و رسول خدا میگه در جوانی زحمت بکش، بساز آینده خود رو. حالا 20 ساله هستی، حالا که یعنی از نقطه نظر دینی مبینی شخصیت تو 6 سالگی رو شخصیت ساخته می شود، تو 14 سالگی رو تمام علم اصل کرده می شود. در اسلام این معنی وجود ندارد که اون که 20 ساله شود یا که 18 ساله شود، وجود ندارد. حرکت تو 6 سالگی 7 سالگی شخصیت انسان معلوم می شود. در عائله باید که پدر و مادر اهمیت بدهند، تربیت کنند. بچه‌ام او بالا ثواب است، بچه‌ام بده سلاس، بچه‌ام سلام بده، بچه‌ام دیگر. این همه مسئولیت جوان است که باید مسئولیت حس کند و باید که علم از خود کند، باید که سعادت خود رو، آینده خود رو باید بسازد. این است مسئولیت اسلام نسبت جوانان، یا که فرمان اسلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت یک سوال داشتم حضرت. مرحمت. حضرت همین نسل جوان باید به کدام عملها مشغول باشد؟ همین حضرتان یک جواب شما میدونید. سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت یا موفق باشید. نسل جوان به کدام کار مشغول باشد؟ نسل جوان باید که به علم آموزی، به کسب آموزی، به هنر آموزی، چند آیت، چند حدیث، چند شعر، چند قصه و پیش ما خورد بدیم. افسانه ها می گفتن، قهرمان ها رو در چشم ما بزرگ نشان میدادن که کودک بود، مهنت کرد، زحمت کشید، علم آموخت، یکی از برجسته ترین انسان، مشهورترین عالم جهان شد. شخصیت ها مثال میوردن. خورد بدیم این قصه ها و این افسانه ها رو برای ما میگفتن. یکی این همه درس بود، این همه سبق بود. باید جوان با خواندن مشغول شود. حالا میگه که بورک من جمع بین همت الشباب و حکمت الشیوخ. خوش و به حال جوانی که توانمندی جوانی رو، نیرومندی جوانی رو استفاده میکند و تجربه و حکمت پیرانسالی رو، این هر دو رو جمع کند، از کامیابترین جوان زندگی میکند. و این رو مسئولیت است، باید این رو پیش رو بیارد. همیشه از این فرموله باید استفاده کند، زندگی کند. لبک. مرحمت. اوستان اومده شده است. مرحمت. جوانان در جامعه چی نقشی دارند؟ سلامت باشید. سوال دیو، چرا در جامعه ها بیشتر مسئله جوانان رو مورد قرار میدهند؟ یعنی جوانان چی مسئولیت دارن و چرا به جوانان زیاد دقت میدین؟ همین است سوال شما؟ یعنی جوانان چی مسئولیت دارن؟ آینده دولت، آینده ملت، آینده خود اون جوان، آینده همه اهل خانواده و محیط اون وابسته از این جوان است. این جوان آینده این ملت است، این جوان آینده این دولت است، این جوان آینده اون پدر و مادرش است، آینده نیکش، آینده بدش. برای همین یعنی باید چرا به جوانان؟ به خاطر که یعنی جوانی یک عمری چی هست؟ توانمندی. هر دولت و هر ملت و هر جامعه و هر جمعیتی آینده نیک میخواهد، باید جوانان را دقت بدهد، باید به جوانان دقت جدی بدهد. هر پدر و مادری میخواهد در پیری خوار و ذلیل و زیر پا نشود، اون جوان فرزندش را اهمیت بدهد، تربیت کند. پدر و مادری که فرزند را اهمیت نداد، اون گروه خودش صد رفیق و دوستی بده، همنشینی بده اختیار کرد، از او چی انتظار میشه؟ اون دیگه زیر پایت میکند، خور و ذلیل میکند. ندیدیم در تجربه در حیات که مادری خود رو بوغی کرد به قتل رسانی، یا پدر رو
من نام نمیگیرم در کدام منطقه ها دیگه خبر همینجور پخش شد. چی اون حیوان است، ولی اینکه حیوان هم این کار رو نمیکنن. و بخاطر که اون پدر و مادر در سن سال تربیه فرزند، این فرزند رو که این جوان، این فرزند جوانش رو او بچم نگفت، اون شد دشمنش. یک نقطه رو خوب دقت بدید، خصوصا پدر و مادر و جوانایی که اون دیگه شما هم ازدواج میکنید از فرزنددار میشوید. وقتی که پسر رو پدر هر وقت بچم چی حال داری، چی امید داری، چی آرزو داری، چی نقشه داری، چی کار میکنی، با کی دوستی داری، رفیقت کی هست، کجا میروی، کجا رفته بدی، با کی نشستی، چی کار کردی، آیا برنامه داری یا که برنامه نداری. بعضی جوانا خود دخترها باشد خود پسرها باشد و همین نمیدونم که گوه میبینید گوشش رو، گوه بینیش رو، گوه لبو رو، نمیدونم که چی میکنن. چرا چی میکنن؟ معتاد به مواد مخدر میشوند یا معتاد به نوشیدنی میشوند یا معتاد به کدام نوشیدنی هایی نمیدونم که یعنی کینچی. چرا چی نمیشوند؟ اما سوال دادی بخود انسان مسلمان باید به خودش سوال بیاد که چرا بینی یا گوشا یا که لنجا یا که رخسارها و دیگر با سوزندارها میزنند تغییر میدارن در خود رو یک دهشتناک میکنن. دهشتناک است، میترسد انسان از شکل طبیعی انسانی به یک شکلی غیر طبیعی حیوانی خود رو تبدیل میکنن. چرا چی میکنن؟ بخاطر ندارن هدف و مقصدی اولی، ندارن برنامه، ندارن. تمام جوان باید یک برنامه داشته باشد، تمام جوان باید یک برنامه داشته باشد، هدف داشته باشد و برای به اون هدف و مقصدی اولی رسیدن مهنت و زحمت بکشد. در همین ما زیاد به جوانان دقت میدیم تو اینکه آینده همه در دست جوانان هست. آینده ملت و آینده دولت و آینده حکومت و آینده هر پدر و مادر و آینده هر جامعه و جمعیت و آینده هر محیط لرزن جوان از آینده چی میشودی؟ کجا میبرن؟ چیکار میکنن؟ برای همین با جوان زیاد دقت میدیم. باید زیاد، حالا هم کم است، حالا هم چیزی که ما میدیم میکنیم کم است. باید از حکومت از سطح بالا تا تمام انسانی آگاه و بیدار باید که برای جوانان دو چند دقت بدهند، اهمیت بدهند، نصیحت کنند و پند و اندرز بدهند، راهنمایی کنند. و علیکم السلام. حضرت بخشش با یک سوال دیگه ما یک پیشتر یک سوال دادیم و یک سوال دیگه با ما مرحمت بمون. حضرت همین به جوانان شما چی توصیه میکنید؟ سلامت باشید. دیگه سوال نیست؟ موفق باشید. توصیه من به جوانان چی است؟ توصیه من به جوانان این است که برنامه داشته باشند، هدفهای اولی و مقصدهای اولی باید داشته باشند و برای رسیدن به این مقصد اولی باید مهنت و زحمت بکشند. نمیدونم که لب و گوش و بینی و چشم و خوش و دیگر چی هست این؟ کجا میره آدمون؟ چی میشه؟ درست پس به یک بیماری خطرناک مبتلا میشود، نمیدونه چیکار کنن. ولی من بعض جوانی رو گفتم هم جنسگرا اکثریت کل 60-70% هم جنسگرا خودکشی میکنن بعد 20 سال 30 سال. این یک بیماری خطرناک دهشت است. این نیستی ملت است، نیستی دولت است. توصیه من به جوانان که هر جوانی باید در زندگی برنامه داشته باشد، از روی برنامه و نقشه باید کار کند و زندگی کند، زیرا آینده خود رو بسازد. آینده رو با مهنت زحمت ساخته می شود. با غفلت و غافلی و خوبروی و تا نیم روز خوب رفتن نمی شود، هیچ چیز نمی شود انسان. علیکم السلام. حضرت جان خوب هستین؟ سلامت خوب است؟ الحمدلله، خدا خیر برکت کرد. الله سلام داشتیم حضرت. زبان انگلیسی، زبان روسی برای جوانان از نگاه دین مبین اسلام چی حکم داشته باشه؟ سلام. چی توصیه میتین برای جوانان؟ سلام بشه، خدا خیر برکت کرد. سلام بشه. زبان رو آموختن یعنی یکی از مهمترین اصول زندگی هست. ولی ببینید امام ابو حنیفه
من دانشمندای دینی رو باید بیارم. امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، همه این امامای در حدیث و امامای در تفسیر اگر زبان نمیدانستن مشهور عالم اسلام میشدن، همه عرب و پیروی از اینا میکردن. حالا ببینید ابن سیبوی یکی از اساسگذار قاعده های گراماتیکی زبان عربی فارس، اگر اون زبان نمی‌آموخت به این درجه میرسید که تمام عرب از قاعده های، یعنی از اون چارچوبه های قاعده های اصولی گذاشته اون استفاده میکردن. امروز زبان ندارید کجا میرود؟ چیکار میکنید؟ رفتیدم گنگبازی گنگک میکنید. ما اشاره چقدر از مهاجرت مهنتی مردم ما میروند از ندانستن زبان روسی یا زبانهای انگلیسی یا زبانهای یا دیگر عربی دیگر رنج میکشن، کارشون پیش نمیرود، کامیاب نمیشوند، گم میمونند، لال میمونند، نمیدونن چی بگویند چیکار کنند. یکی از واجبات دینی جوانان هست که باید زبانهایی که امروز در سطح بین المللی در معامله است، چی انگلیسی چی روسی، باید بآموزند. اگر میخواهید که یک چیزی شده باید زبانها رو بآموزید، چون که به این نمیشود. از این کشور بیرون رفتید زباندانی ضرور است، باید زبان بدونید. لبه السلام علیکم. علیکم السلام. استاد محترم بخیر، سوال داشتم. خدا خیر برکتی مرحمت. استاد در یک چیز میخوام بفهمم، همین جوانایی که در بار زندگیشون ناکام شدن و از آینده خود امید هستن، چی مسئولیت میکنن؟ چی باید کنن که از همین به این مشکلات نجات بیابن؟ خدا خیر برکتی سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ نه رحمت. فهمون سلامت باشید. خب در اسلام ناامیدی نیست. در اسلام مسلمان ناکامی ندارد. مسلمان ناامید نیست. اگر 80 سال هم دارد 90 سال هم دارد باید ناامید نباشد، باید محنت و زحمت سعی و تلاش کند. خصوصا جوانی که خب دیگه هیچ کس ملائکه نیست. اجازه من آشکارتر بگویم، هیچ کس ملائکه نیست. مبادا رفت کدام معصیت گناه دیگر تنبلی غافلی کرد، در حال بیدار شود، در حال توبه کند، در حال یعنی محنت و زحمت. یگانه راهی که انسان کامیاب می شود باید چیکار کند؟ محنت و زحمت. میگه لا یتأخر من یرید تقدم ولا یتقدم من یرید تأخر. هیچ ممکن نیست پیشروی کند اونی که پیشروی نمیخواهد و هیچ ممکن نیست عقب ماند اون آدمی که میخواهد پیشروی کند. وقتی انسان میخواهد پیشروی کند باید محنت و زحمت بکشد و اونی که پیشروی نمیخواهد محنت و زحمت نمیکشد هیچ ممکن نیست که پیشروی کند. هیچ ممکن نیست که چیزی شود. هیچ چیز میموند. چرا هیچ چیز میموند؟ برای که هیچ میخواهد که هیچ چیز بموند. کسی که میخواهد چیزی بشود باید محنت و زحمت بکشد. السلام علیکم. علیکم السلام. یک سوال داشته. مرحبا. یک جوان مسلمان چیکار کند که در زندگیش موفق شود؟ سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ نه. خدا خیر برکت. موفق باشید. سلامت باشید. یک جوان مسلمان چیکار کند؟ یک جوان مسلمان، من در اول صحبتم گفته بودم، پرهیزگاری، خدا ترسی، تقوا، محنت. ما در گذشته ما شما جوانان می‌آمدن یک هفته اگر 5-6 روزش رو برای خود محنت زحمت می‌کشیدن، یک روزش رو از برای خدا سبیل الله می‌آمدن، یا دور یا نزدیک در محیط خود. پدری برجامانده سالخورده برجامانده به فرزندی هست یا کمبیزاعتی برجامانده به دستیار هست، میرفت در خانه او از صبح تا شام کار میکرد، لباسی رو میشوشت، خانه‌اش رو میروفت، دیگر میرفت میگو که من امروز نظر کردم برای خود که سبیل در راه و رضای خدا من امروز کاری سبیل به مزد، یعنی روز هفته هم رو به مزد من امروز کار میکنم. میرفت یک بیچاره یا که عالم، ولی اون دویم در مطالعه و علم، یعنی خواندن و درس و دیگر مشغول است.
خب دیگه کرویش رو میرفت اتاق یا کتابخانهش رو چنگش رو میگرفت و میرفت یا لباسش رو میشوشت، دعا خیر برکت در حقش میکرد، میرفت کامیاب سعادتمند. کامیاب شدن با تنبلی و با غافلی کامیاب نمیشود انسان. جوان با خواب رفتن و با غافلی و با غفلت و با چی؟ با این همه کامیاب نمیشود. با مهنت و زحمت. یگانه توکل به پروردگار، قبل از همه توکل به پروردگار. لیکن هر چی که از دستت میاد اون رو انجام بده. چیزی که از دستت اومد انجام دادی، پروردگار الان مهنت زحمتت رو قدر میکنه و رازگی قلب، خشنودی و خوشحالی و قناعتمندی میدهد. لیکن برای همه اون مهنت و زحمتت پروردگار در اونجا اون همه مهنت و زحمتت رو میدهد. ولو فردا روز قیامت بعضی مناجات ها و بعضی بحث و بررسی ها می شود. یا پروردگار من مهنت میکردم، این میکردم، دیگر چرا به من کم دادی و به این فلانی زیاد دادی و دیگر بنده اگر من به تو زیاد میدادم در اون دنیای امتحان تو رو ضرر میکرد. برای همین من در اینجا ذخیره کردم. حال ببینیم قصری در جنت این در عوض اون مهنتت است. در سوال پیشینه یعنی هیچ جوان مسلمان باید ناامید نباشد، در حال توبه کنند، توبه نصوح کنند، مهنت و زحمت بکشد و سعی تلاش کنند. خداوند عزوجل کامیاب میکند. یک گروهی در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و وجود آمدن که در مسجد رفتن فقط عبادت میکردن، شب و روز، شب و عبادت، روزها روزا عبادت. خبر به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رسید و حضرت عمر با همون عصایش آمد. اون شما چی هستید که مدتی از در این مسجد یعنی کاری نمیکنید، زحمتی نمیکشید، دهقانی نمیکنید، از پای زندگی نمیشوید؟ چرا شما در این مسجد رو خانه خود جای زندگی خود قرار داده اید؟ کی هستید شما؟ این مجموعه یعنی عبارت از چند نفر گفتند که ما توکل کردگانی در رزق و پروردگار رزق ما میدهد، ما فقط عبادت میکنیم. حضرت عمر رضی الله عنه پرسیدند که آیا شما دیدید باری پروردگار از آسمان تنگه کیلوی نخره یگان سنگای قیمت بهایی رو از آسمان ریزونید پرداخت یا از آسمان چی میبارد؟ گفتند که برف و باران میبارد. شما باری دیدید تنگه و کیلو بارد؟ نه. برف و باران برای چی میبارد؟ گفتند نمیدونید. خب که گفت که نمیدونید، شما توکل رو ندرست فهمیدید. توکل رو ندرست فهمیدید. توکل این نیست که شما در مسجد باری وزین برای اهل این محله شوید و مهنت و زحمت نکشید. روید مهنت و زحمت بکشید. برف و بارون به خاطر میبارد که شما رفته اون زمین رو خوب شکر گردباد کنید، جفت کنید، دانه رو پرتوید، بالایش رو پوشانید، بعد توکلش رو به پروردگار کنید که داخل اون یعنی اون دانه داخل اون خوب در دست شما نیست، اون برکت می شود یا که کر میخردش نابود می شود. هر چیزی که از دستت میآید اون رو انجام بده. اون چیزی که از دستت از توانت بیرون هست به پروردگار مناجات کن که پروردگار هر چیزی که از دستم آمد کردم اون طرفش بخدد. همه تا از اول تا به آخر توکل تکیه بخدد. پروردگار خودت برکتش رو بده. پس پروردگار برکتت میدهد. پروردگار برکتش رو میدهد. و همش رو پیش کرد که بروید مهنت کنید، زحمت بکشید، زندگیتون رو پیش ببرید. شما توکل رو ندرست فهمیدید. علیکم السلام و رحمت الله. مرحبا. جوانی که در موجه مهنتی هستن توصیه‌شون میدید؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت. سلامت باشید. جوانایی که در مهاجرت مهنتی هستن همیشه در تماس با پدر و مادر باشند. یکم توصیه من، همیشه نصیحت و دعای پدر و مادر رو بگیرم اگر باشند. ولی که نیستن چی؟ با عوض کنندگانی از اون امک هست، تباه هست، کسی که نباشد با کلان قوم در تماس باشید. اینه. و جوانایی که همسر دارن همیشه در تماس با همسران خود باشند. حداقل یک هفته یک بار تماس بگیرن
بگویم که زنک جون چول داری یاد کردم، شما و فرزنده و خانواده رو یاد کردم، در فکر شما هستم. من این چند هزار کیلومتر اومدم به خاطر یک زندگی خوب شما داشته باشید. ولی اگر فکر خودم میکردم همونجا روزم میگذشت، لیکن به خاطر که یعنی یک چیزی به دست بیارم تا اینکه زندگی بهتر و خوبتر شود. من به خاطر شما اینجا هستم، یاد کردم، دوست می‌دارم. این توصیه من به تمام اون جوانانی که در مهاجرت مهنتی هست، اگر همسر دارن با همسران خود همیشه در تماس باشن. چرا در اینجا زنها خیانت میکنن؟ به خاطر که میرود سالش قدی در تماس نمیگیرد، یا که یک مدت چند ماه یک بار تماس میگیرد، از اونجا بعد میزنمت میبری کیمچی چند هزار کیلومتری را بیچاره در اینجا چه میزنید تو؟ ولی همین است معامله زن و شوهری، همین است انسانگری، همین است مسلمانگری. جوان مسلمان چنین میکند. جوان مسلمان با دست خود خانه خود رو خراب میکند، حرام میکند، خیانت میکند. همیشه در تماس بودن با اهل و خانواده، با زن و فرزند. قریب که روزی نیست که از مهاجرت از مهاجران مهنتی تماس نبرویم. زنم رو سه طلاق گفتم، در این حالت گفتم، در اون حالت گفتم، چی میشود؟ و زندگی برای سه طلاق است، زندگی برای دعوا و جنجال است. و خداوند عزوجل زندگی رو میگه که آرامی و خاطر جمعی. ولی این آرامی و خاطر جمعی صفتهای چی هست؟ صفتهای جنت. جوانی مسلمان، انسان مسلمان باید خانه اش رو همیشه یک خانه یعنی جنت باید کنه. چرا اینجا زن خیانت میکنند؟ به خاطر که هیچ سخنی نیست که نمیشنود از همون شوهر. ناامید میشود از شوهر، ناامید شد به یک مرد دیگر امید میکنند، میرود خیانت میکنند. میخواهید خیانت نکنند زن و عقب مانده اینجا، همیشه در تماس باش، همیشه مهربانی کنه. توصیه دیگری من برای جوانان در مهاجرت مهنتی، پرهیزگاری و خدا ترسی. از عقب هر زنهای فاحشی که با هزار مرد حرامی و حرجی و فسق و فجور کرده، یه سازه که نرو، تو طبیعت داری، تو ایمان داری. خیلی من در حیرت گوه دلم میشورد برای بعضی از جوانایی که از عقب یک تنفروش میروند، یعنی میدوند خود رو حرام میکنن، زندگی خود رو، فرزندان خود رو، خانه خود رو بی برکت میکنن، نحسی و کسرتی و کثافتی رو به سوی خود و به سوی فرزندان خود و به سوی اولاد و آینده های خود، یعنی این نحسی و کسرتی رو جلب. و باید مسلمان فکر کنه دور. دانشمندان اسلام میگه که اون یک چند لحظه نه، اون شهوت یا که اون راحتی که هست چند لحظه است میگذرد، لیکن خوب و عذاب و نحس و کسرتی و کثافتی و ببرکتی و بدبختی اون تا وقتی که هستی با تو هست، اون نمیرود. راحتش رو که لذتش یک لحظه محدود، عذاب و عقاب و ببرکتی و نحسیش یک عمر دائمی و ابدی با تو میمونه. یعنی توصیه من به جوانی که در مهاجرت مهنتی هستن، هر جایی که هستن، از عقب هر تنفروش، از عقب هر یعنی کثیف، افلاس، حتی به بعضی زنایی که بیماری سپید یا که دیگر نمودی بیماری‌ها دارن، میرن زنا میکنن، بعد میان اینجا بیچاره این زنی پاکدامن با عفت خود رو در اینجا بیمار، فرزندان رو بیمار. این بیماری پلیدی که از فسق و فجورش میارد به اینجا، به زن و به فرزندان خود میگذراند. نه فایدهش. ببین بگیر دیگر، بگیر کوچکار میکنی دیگر. همین است. انسانی عاقل کاری کردهش، عاقل همین کار رو میکند. انسانی که عقل دارد، ایمان دارد، یعنی همین کار رو میکند. تمام نمازهای جمعه حتی دعا میکنند که پروردگار و جوانی که در مهاجرت مهنتی هستند توفیق رو رفیقشان بگردان و در کارشان برکت عطا فرما، سالم و غنیم و با برکت و با عزت به نزد پیوندانشان برگردان. این دعای همیشگی ما برای جوان نه که در مهاجرت مهنتی هستند، لیکن جوانان باید خود باید آینده خود رو فکر کند. انسان مسلمان هر کاری رو که انجام دادنی از پیش هم آیا در این معصیت است، عذاب و غضب پروردگار هست، یا اینکه این عبادت است، خیر و ثواب و برکت است. پس باید انسان انجام بده. پیش از انجام دادن هر کاری باید انسان مسلمان، جوان مسلمان فکر تکرار نشود. روزی نیست که از همین مهاجرین مهنتی تماس نبرند که
3 طلاق گفتم، 100 طلاق گفتم، 1 میلیون طلاق گفتم، این گفتم، اون گفتم، دعوای اویلگی از برای خدا عقل کجا هست؟ انسان مسلمان باید خونه‌اش رو جنت کنه و با همسرش بهترین معامله باید معامله داشته باشد. همیشه باید که از واجبات دینی جوان مسلمان این است که همیشه اظهار محبت نسبت همسرش کند. زن همسرش رو همیشه باید بگوید که زنک جان زیبا هستی، دوستت می‌دارم. چنین گفتی هیچ ممکن نیست اون زن به تو خیانت کند، هیچ ممکن نیست اون زن از گریبانت بگیرد. اونم انسان است، اونم آرزوها دارد، امیدها دارد. در اخیر من از خداوند عزوجل به همه بینندگان، همه اونایی که از اول این برنامه ما رو تهیه کردم و خصوصا جوانان، از پروردگار عزت و برکت و توفیق و ایمان هدایت کامل و عقل و فراست سالم و علم نافع با حکمت. جوانان ما همیشه با علم آموزی، زبان آموزی، مهنت، زحمت، حتی پروردگار میگوید که استعیذ بالله، میگوید که استعیذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پروردگار هیچ کسی رو به سعادت نمیرساند مگر اون انسان مهنت زحمت بکشه و برای کامیابی خود مهنت زحمت بکشه و سعی و تلاش کنه، پس پروردگار اون رو به سعادت میرساند. برای همین خلاصه این آیت در یک جمله تجربه داران و عارفان و زیاییان و سالخورده ها و تجربه دار میگن که بچم خداوند گفته است از تو حرکت از من برکت. خداوند عزوجل تمام حرکت شما خیر و برکت و عزت و سعادتی دائمی و ابدی نصیب رو بگرداند. اگر اجازت باشد من سوال اخیر بگیرم با همین جمع بس کنیم. لبیک. السلام علیکم. و علیکم السلام. مخلصای امین حضرت مفتی بابا هستیم. همین تو سوال داریم. خدا خیر برکت بیاد، موفق باشید. خب نورسان و جوانان یعنی چی؟ باید چکار کنیم؟ نورسان جوانان فرزندان پدر و مادری نمونوی میخواهند. بکرده چون پدر و مادری نمونوی باشه، فرزندا پیروی شما میکنن، نمونوی میشن. نفری از 60 بالا شکایت از فرزندش کرد. حتی در حضوری من، در پیش من چند بار دشنامه قبیح گفت. من گفتم برادر اکای عزیز، در این صورت است، سر رویت همت سفید. چند بار در حضوری من به دهنت گفتی با میخوای فرزندت احترامت کنه. این همه دشنامه قبیح گفتی. استغفرالله استغفرالله استغفرالله. خب باز میخواهد که اون زن و اون فرزند با احترام بالای چشم دیده بردارد. هیچ ممکن نیست. زیر پایت میکنن. همونه که معامله بعد با زن و فرزند داشتن، خودم شاید یک پیر شد به مدار، از گرسنگی مرد دیگر. نه زن و نه فرزند دیگر، نه خوردنی نه نوشیدنیش دادن، از گرسنگی مرد دیگه. حرکت کردن نمیتونن، در جاش نشسته است. تمام. برای چی؟ برای که بدترین معامله رو با اون زن و فرزند کردگی است. از اون زن و فرزند باید بوی امید است. نورسان و جوانان پدر و مادر نمونوی میخواهند. وقتی که پدر و مادر نمونوی شده، فرزندان نمونوی میشوند. این اخیرا سوال بود. همیشه کامیاب و همیشه موفق و از خداوند عزوجل با دعا برای همه شما عزت و برکت و سعادت ابدی آرزو و تمنا میکنم. همیشه موفق و سلامت باشید. تا برنامه دیگر در پناه پروردگار و الله سبحانه و تعالی باشید. سلامت باشید.